فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سوال بعدی بیننده عزیزی چهارشنبه اخیرشون 6011 پرسیدن که استفاده از قرص‌های افزایش قد جایز است یا نه و نوشتن که قد ایشون 1.69 سانتی هست. خواهش میکنم زود جواب بدید. با تشکر. بله، مواردی که به عنوان یک در واقع عیب محسوب میشن در جامعه یا به عنوان یک بیماری هستند و با دارو قابل مداوا هستند، از نظر شرعی هیچ گونه اشکالی نداره. میتونند که به اصطلاح این داروها را استفاده بکنند در صورتی که یک ضرر دیگری رو در پی نداشته باشه. زیرا یک قاعده کلی ما داریم در شریعت اسلامی که لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. این یک قاعده فقهی هست در شریعت اسلامی که هر عملی که هر گونه ضرری به شخص شما داشته باشد یا به فرد دیگر و فرد سومی داشته باشد، شما در واقع اجازه انجام چنین کاری رو ندارید. اگر این کار منجر به ضرر و زیانی به بدن انسان نمی شود، از نظر شرعی هم جایز هست و هیچ اشکالی ندارد.